سلام به دوستان عزیز. دوستان یه گیم پلی بردم واسهتون، فول گیم پلی از یه تورنمنت تقریبا رنکینگ متوسط. اینجا نمیدونم چرا تیرام نمیخورد. من و هادی و دوتا رندوم رفتیم تورنمنتو. یه کوچولو فکر کنم واسه یکی دو ماه پیش این گیم پلی، ولی گیم پلی خوبیه، میتونید ازش چیزای زیادی یاد بگیرید. و اینکه دوستان سنس و بیسیک و اتچمنت گانا رو من آخر ویدیو گذاشتم، اگه نمیخواید گیم پلی ببینید برید آخر ویدیو، یه دقیقه فکر کنم 40 ثانیه آخر ویدیو سنس و بیسیک و اتچمنت گانا رو واسهتون گذاشتم که نیاز داشتید، خودشون بهتون داده بودم. و دوستان به من بگید چه نوع گیم پلی دوست دارید. اوپن لابی با کیل خیلی بالا 30-40 تا، تورنمنت با مغز‌بازی و لید زیاد، تورنمنت با کیل بالا. هر نوع سبک ویدیویی که دوست دارید من میتونم واسهتون بگیرم. فقط ویو ها و لایک ها خیلی ریخته دوستان، یکی دو تا ویدیو آخرم واقعا خرابه. اگه میتونید شیر کنید پست و یکم ویو بره بالا، لایک ها بره بالا، ممنون میشم. و اینکه دوستان هر نوع گیم پلی دوست داشتید من بگید، من نوع میذارم، هم فان میتونم بذارم، هم اوپن، هم تورنمنت، هم همه چی. و اینکه حمایت کنید و یه روز زمین بذاریم و بعد عیدم استریم خیلی خفن در راهه، اگه خوشتون بیاد و اوکی باشید. همین دیگه دوستان، امیدوارم از این گیم پلی خوشتون بیاد و همین دوستان. داش کجا این تیما داش یا بگردوشون نزدم نمی؟ یه ماشینه بود یه موتوری هست میبینی؟ بپرید آره اینا رو ببرید داش جوری زدمش درجا بری پامو بده بنده خدا. داش نداش خیلی بد زدم شاش. بابا ساپید من وارد یه بیشرفه چه در بخوره الان گیره. اول آبگرد نزنی تو آبگرد بزنی برو کیرم دهنه چه نداری بهش ما بید بچه چاپر بزن چاپر بزن بیاد. شاپراش دراب یو آیدی هم رفتم یا دراب رو ماه اصلا بیای کجا میری؟ خافه شو بریم دراب بچه بیرتم تو هم بید بچه بید دراب آبید نداره که این فکر بفت به این زندگی بیا دراب سوم میزنه بچه، دراب سوم میزنیم. بیایید ماشین اینجاست بیایید دراب سوم اسماس ناموسم انداخت. بریم برو پیاده برو مالا. چاپر اومد خونه رو بگیر وایساد خارشون گاییده است. بعد جای وایسادی ستونم از راست با ما برو بریم تمام. کرک ستونم مثل سگ دمیجم بچه. دومی ناک ستونم بچه نری عجله نکنید ریلکسیشن گایز ریلکس. سمت پل بلک یکی داشت من استاپ کرد دوستان، پل بلک این ور هم ساتی. بریم رینا این ور مارکم ببین نسا کن بیا ریوایوی هستم. بیایید داره ما رو میزنم. اوه فول تیمه میتونید بگیر بریم. من دارم هیل میکنم خودم بهت میگیرم خودم بهت میگیرم. بابا سلام از بک کرک اوی یه تیره داشت این بد میزنن. با سلام از بک داشت دقیقا کرک داشت همشون کرک خیلی اوپنیم از بکشون ما دادی بودو دیگه.
اینجا انا با هم یه ناکی گرفت. بریم عجله کن همه چیز سگی داری کرک بابا همه رو دزدیدید. داشت بیا سمت بلک پاک. بریم اسم کنید The revived flight will arrive in 1 minute. ستونم خیلی وسطتونی اومدی برو از خطتون بازی کنی. انگار جلو AMK داخله. نه کلا چیز میشه مفر میشه. ریدی بشو بیا داشت جامپ و نگاه یاد بگیر ناموسن یاد بگیر. تو با نینجا نتونستی بیایی من با اسمورد مداری خیلی کله کیریت کنم. ای مورد دویدا بچه بشنید Chip terminal is almost ready. Airdrop بزنم وایسا پلست رای تزال نزد یه سمت بلک بیا آرمون 200 فرد نمیخوام ما ترکیم پرید من بچم The safe zone is collapsed. بلک کشف کنه رومش اینجاست خلوته. شاپر داره ببینید ماشین رو یکی گرفته ولی نرفته. مواظب باشید. کاملا مواظب باشید دوستان. بی کرفول باشید. اول سمسونگ میاد. اول سمسونگ پول داره میاد. اول کجا وایسا چه بگم من. آره میرم روش. داش Enemy down. زدی شده یه رو به نازم. اصلا دانتان کجا داره پول میاد. نید وایویا بودن میده شرزمن اسکولی دیگه فول داره میاد. بریم درا شت آرمور آبی داری داشت من بیدم نرم آرمور آبی تا برو بشینید چرا بیا بشین یه دونه هم آرمور آبی داشت اول بیدش کنیم دیگه. آجی نید داشت همین دفعه ناموسو داشتم بابا خب بیا پایین بودو علی شیرم توی این شاپر روندن. برو دراب بزنیم. بکنم روش تیم باشه شما رو باشید. نو به نازم کسی نیست. نه رو دراب شاپر نمر رو دراب چه خر اون یکی دارم بزنیم. روش تیم میره درو بعد آره پای توی کانتر نداری گفتم داشت تیم میره روش الان تیم رو بزنیم. کانال پیش رو دارم کام روش اینو نگاه باج کاپر بگی بدبخت تو نگاه برد یکی دیگه هم اون واسه من. سلام داداش. اوی چقدر کینتیک داشت این داشت. کجا چند نفرم اینفو ریوایوی کرک بزنید بچه بیرون داشت همه رو دارید بیوزید. نکم کرکه بیاید رفتم پایین بیاید خونه کم پادی به قرآن تمام خونه کم پادی حاجی من دیدمش اینجا بود. حاجی مطمئنم تو اینجاست. مطمئنم بیا داشت دیدم ماشین اومد اینجا. نمیتونم سریع انقدر سریع رفته باشه. آره منم میدونم رو من داشت چقدر حس شیشم هم قویه ناموسن. حسشم که نداشت دیده بودمش ولی خب عقلم بالاست. خب امکان نداشت انقدر سریع رفته باشم. علی چاپرمون هستن بریم آره بریم اسمت بریم. البته چاپر دیگه به کار نمیاد ولی خب بریم دیگه. این زون اتومات هم بریم دیگه. آی تنو این دراسته
بریم هر دو بریم کجا؟ وایسا بیا هادی تو وایسا بیا همین بالا دیدی داشت یه بره مادر رو Careful. خیلی فایت همه شما باشید تو شیرام نمیخوره همه رو گلگیری میام الان The safe zone is collapsing. همه رو میکشم وحشی بسته وحشی که میگم فکر کنم من باشم مازه باشید Airdrop has been delivered. هریش بمازم سوتون بشین کدو بس کادام بشم بپرید بالا بچه فقط چاپر در اینجا مواظب باشید بچه چاپر در اینجا مواظب باشید بسنم خودت بگیم زیرم رو داری کجا؟ بسنم خودت نمیتونم آقا بسنم سوزون وایسا الان میرم سب کن دور بزنم چاپر رو من تری کنم 1 2 دوستان 3 گفتم حمله کنید وحشی های من هورا Be careful. چقدر زیادم Poltergeist is active. Voidwalker. Enemy down. فینیش نده دیگه نشه فینیش نده کیلامو فینیش ندی ها تو خونه ایشون کمپه داشت فینیش بده الو یک شما استا داره میدم بچه داره بریم سیف کارش شده یکی ناکه یه دیل بهش بدم صدا بوز داده یا نه داشتم یه دیلش بزنمش کنیم بزن دیگه گاهی داشت سراتش خیلی زیاد بود بقیل هم بچه نرید وسط سیف 30 نفر زنده هم باشه نرید داشت نمیخوره چیرا من رو ایران سلم زد ایش دیدم کجا بکمون چند نفر بکمون نرو خوشون باید بیان این ور به قرآن زدم بهش نخورده چی داشت ایران سل اینجا یه سوال پولن یه سوال اسمت داره اسمت داره که باید وای گیرم توش از پشت داشت نرید پخش نشید Down to the last fight. Engaging the enemies. Airdrop has been من delivered. ناموسشون بچه پخش نشید Eliminated. بیان بزنم من آزم آزی سپا دارم برای کفی سپا دارم بگم آزا باشدی تو همینجا خونه کمپ کنم آنجلس یکم فکر کنم زیر پاد نمیدونم شاید همون بود آجه خیلی پخشون هادی اومد سمت شما خط چپی رو بگیرید شما بچه از اونجا خط هادی بگیرید هادی سمتش نمیاد آخ هادی برو استکن هادی آخ تو نواجی میزنی یا رو بنازم زد Proceed with caution. بنازم وارد اینجا باری کلا بگی میتونی بگی Your teammate has been killed. راست سبا دارم راست دارم میاد ناموسن صدا پایگیری رو میبینی هادی عشق کن برو سیف عجب اسم نمیشه یکی دیگه هم راست همینجاست نرفت اون مورد بنازم پسر یه تک به 4 ایزی نه آره تک به 4 میستالیم نیست با اینجا اوه اینا رو حاجی یا امام حسین نمیشه داشت هیچ کاری نمیشه کرد عالی دوستان سنس هم اول نشون میدم بهتون ببینید دوستان گزینه اول واسه چرخوندن صفحه است که نسبتا بالاست
بعد کامرا و این چیزا بهتون نشون میدم. فقط این سنس من واسه سنس آیپده و رو کیفیت لو، فریم ریت فول فکر کنم ولی کیفیت لو، چون کیفیت لو و های و بقیه کیفیت ها با همدیگه سنسش فرق میکنن. کیفیت بازی من لوه، اگه بخواید کیفیت مدیوم واسهتون یه سنس هادیو میذارم یا رو گوشی اگه سنسی خواستید بهتون میدم. و همین دوستان اتچمنت گانا هم که دیگه گانا تورنمنت همین دیگه، چون گانا تورنمنت باید رنج گام بالا باشه، دمیج بیشتری به انمی وارد کنه. لایک و سیف لایک هم که یاد نره، کامنت هم بذارید.